خب در این بخش ما میخوایم که یک قسمت دیگه از لول ماشینه که عبارت سه پایش است و چی طور میتونیم که را جا و جا کنیم براتون معلومات میدیم. این سه پایه در قسمت های پایین خود پیش داره و این میتونه که از اینی ناحیه کوتاه و دراز شود. در قسمت اول پیچایی را به شکل مدیر میگیریم و این را باز میکنیم. تا قسمت سینه ما برسه. این قسمتش راست به اندازه سینه ما شود. این را دوباره پیچایش محکم میکنیم. پیچایش محکم شد اینجا یک بست داره. این را خطا میتیم و این را به شکل میگیریم که یک پایش مستقیم باشه پیش و دو پایش هم به دو طرف ما باز شود. به این شکل این را باز میکنیم و این شکل تا پای خود شکل به این شکل این را جور میکنیم. تا حد امکان کوشش شود که قسمت بالایش که هست لول باشه. میبینیم اگر در صورت که لول نیست میتونیم که پای خودش کمی جا و جا کنیم تا که لول شود تا بتونیم به آسانی خود و ماشین لول دوربینش که اینجا گذاشتیم آب ترازویش بسیار به سهولت لول شود. در این قسمت یک پیچ میبینیم. این پیچ به خاطر محکم کردن دوربین است و این باز در درس های بعدی در ساخت کار